تفکر داعشی، تفکر وهابی اونجا در لباس نظامی در سوریه و عراق می جنگد، اینجا در لباس آخونده مبارزه کنه با عزای امام حسین. دشمن کرونا نیست. حرف منو نمیفهمی. ضریب هوشیت پایینه، متوجه نمیشی من دارم چی میگم. میگم ما با توی دشمن میجنگیم، اونجا با دشمن نظامی، اینجا با دشمن فکری و عقیدتی عزای امام حسین. تو افغانستان به اسم طالبان، جای دیگه به نام القاعده، جای دیگه به نام اخوان المسلمین، یه جای به صورت نظامی، یه جای تو ایران به صورت فرهنگی و اعتقادی. دشمن تویی، نه کرونا. کرونا بهانه است. ما هم که اگر می جنگیم و میگیم اگرم جنگیدیم کشته شدیم شهید شدیم، با تو رو داریم میگیم. خب نبودی تو حوزه، سالها گرفتار بودی، دستت به هم بوده به مسئولیت ها، حرفم نمیگیری. خب نبودی تو حوزه، سالها گرفتار بودی، دستت به هم بوده به مسئولیت ها، حرفم نمیگیری. دشمن دشمن است، فرهنگی باشد یا نظامی، بلکه مبارزه با دشمن فرهنگی بسیار بالاتر است از مبارزه با دشمن نظامی. اینم نمیفهمی. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. برای اینکه مداد العلماء مبارزه با کیه؟ با دشمن فرهنگی مثل تو. وقتی وارد گلستان شهدا میخواید بشید، اول مقبره مرحوم شهید شمس آباد، اولین شهیدی که در اینجا دفن شدن، این شهید کشته شده با داعش، یه تفکری باعث شده است یه شخصیتی مثل مرحوم شمس آبادی خفه شود و شهید بشه. یه تو شهادت آقای شمس آبادی هم شک داری؟ تو عراق کشته شد، تو سوریه کشته شد، کجا کشته شد که اسمش شد شهید و اونم سید و شهد؟ در مبارزه با امثال تو. چون قیور، چون در دفاع از امام حسین تا آخر ایستاد، تا با جانش. یه آخوندی یا چند تا آخوند با هم یه تفکری رو درست کردن که ریشه دارم بود. اینجوری تجلی میکنن این حرفا، اون تفکرات باطل، اون تفکرات داعش فرهنگی که خطرناکتر از داعش نظام است. همه مون مثل بزمال جلوش زانو میزدن. تو بچه مزرم کف خیابون تهران میخوای انقلاب اسلامی براندازی کنی. تو رو هم توی این مملکت دفنت میکنی. دو دفعه دیگه دستت بالای عکس قاسم سلیمانی ها بلند نشه. به حول قوه الهی. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.